ظالم بود. هر دختری خشرو را میدید که خیلی یک کاری میکرد که همین بانه گفته و نتونم گفته، بعد همین دختر را میگیرد آتش میگو که همین کار را میگیریم و نمیتونم پگم یا میگو دختر تا میگیریم. اومد خانه یک نجار همون کسی که در تریزه میکنه میگه گفت که مرا گفت سحر 100 قبچه همین پوستی همین چوب قپیلکه تیار میکنیم. دیگه این نجار گفت که من یک قبچه هم کردن نمیتونم، میتونم مشتری ندارم. گفت من چه خیلی میدونم. گفت نتونستی؟ گفت دختر تمیام میبرم در عوضش. گفت چند تا زن داری چی در کنی؟ دختری من فوتیه که دیگه بچه خالش دخل نه. گفت تو سر تیار کن. گفت نکردی؟ گفت میام. گفت قاپو چی را میگیرم یا قاپو تیار باشه یا که گفت دختر را میبرم. میگه شاو میگه این نجار هم که گیریه کرد و زمان بخیزیم شوکو دارم بگیریم بگریزیم بریم. یک روز در میان است خدا مهربان است. خداوند خودش گفته که مرا صدا بزنیم بهترین نجات دهنده خدا و جز هیچ که نیست. هر چی بخواه الله میخواه. یگان چی بدون اجازت یا برگای درخت نمیفته. شب بیا هممون بالای قرآن را میخونیم. خود قرآن را رسول خدا نگفت که شما یاسین هم بخونید از تمام مشکلات و از تمام چی مشکلاتون حل میشه. سوره یاسین میخونید ان شاء الله تا سحر دعا میکنه. خدا کریم، خدا بزرگه. اگر خدا بخواهی میشه و اگر نخواهی هیچ کار کردن نمیتونه. خیلی هستشون میگه مادر و پدر دختر میگه تورات کردن، شب نماز خوندن، دعا کردن، گریه کردن. میگه یک دفعه سحر شد، میگه در تختم شد. این میگه لرزید. این لرزید میگه در قوی کرد. گفت که یک تابوت در کار چوبی. چی بگو حاکم هم ظالم موندن. در یک شب خدای دولار دعای دختر قبول کرد و همین خاطر میگه دلا بیسوز که سوزی تو چی کارها دارد. دعای نصف شب دفع 100 بلا دارد. دعا را سخت برین. دعا را که دعا کردین نماز خوندین انشالله تمام دعا موقع های دعا را بگم که بعد ای نماز فرض چی دعای میکنید؟ لا یارو دعا بین الاذان و الاقامه. دعا رد نمیشه بین اذان و اقامت. ما بین اذان هم میتونم که تا اقامت اومدن مؤذن میاد تا اقامت گفتن همینجا چی دعایی کنین دعا قبول میشه. دعا در این خیلی بارانی باریک بارونی ریز میریزه کو خیلی سطل بارینه جولانه ریز میریزه کو انمود دعا کنین دعا قبولن. بعد قرآن خوندن در نصف شب روز جمعه سر تو نماز شما دعا قبول ای شب پنجشنبه جمعه سر کردن دعا کردن. در وقت افطار در وقت ماه نگاه کردن ماه دیدن و وقت نماز جمعه را ملا خطبه میگه بعدی خم میشینه که مکس میگم بعدا میخیزه با دعا میتردیم خطبه را انمی حالت دام دعا قبول. دعا در هر حالت دعا کنین انشالله. یکی دعا شرط داره و دعا را به الحمدلله شروع کنین. لا اله الا الله حلیم الکریم گفته خداوند را تعریف کنید. بعد صلوات بگین. بعد دعای اگر عربی بدونید یا تاجیکی آخر صلوات بگین. بعد آخر یا ارحم الراحمین یا اکرم اکرمین یا ذل جلال و الاکرام. این سه کلمه را گفتین دعا توسط چی میشه؟ قبول میشه. یکی دیگه شما چی مادرش گفت که مادر جان من گناه زیاد میکنم. مادرش گفت که توبه که استغفرالله بگو هم کم میکنم نمیشه. گفت که توبه که خدا گناهات هم میبخشه انشاءالله. بگو بچه هم گناه میکنی که برای دفتر بگی شب دفتر در گناهات هم بنویس که من امیر دم کنی توبه کردم زینا کردم یا که شراب خوردم یا فلان کارا کردم یا گناه نماز نخوندم. گناهات چی گناه میکنی شب بنویس دفتر در. میگه گناه میکرد میومد دفترش زمین نویس. یک روز میگه استودگی بود که یک زنک از شوش میمره دو گودک داره خیلی زندگی سخت میشه. بعد این زنک میخواه که بروی یک کار کنی از دل لونون بیا گودکاش نام بوده که این بچه هم ببینه که دختری خوشرو خوشندام چه زیبا. بعد میگم بیا بخاطی ما همین کاری زشته انجام بتیم بیا همین کاری زینا را بکنیم که دختر میگه بر دادر جون من میگه چی نیستم فاحشه نیستم. میگه من تن فروش نیستم. من همین خیلی اومدم که همین دو نامبی هم گودکا چیکار کنم نام بتونم. من نیومدم که جدا تن فروشی کنم. بعد بچه میگه گیریه میکنه و پولش میده میگه که برای میگه گودکا تا چیزی میخری خریدم دیگه. و خرسان میگه پیش اوچهش میگه اوچه جان من همین روز میگه یک گناه خرید مرتکب گناه کبیره عظیمی میشم نه که مرا خدای تعالی چی کرد توفیق داد من همین کارو نکردم. گفت چه با نقل میکنم ولی یک دختر اومد
همه خیلی هم خوشی بعد چشم میگه برای در دفترت بنویسه میره در دفترش مینویسه که پروردگار با امیر زمین صاحب گناه نکردم صاحب کاری خیر انجام دادم میگه خواب میراست در خواب میبینه که یک از در خوش میگه که برای دفتر تبین میگه یگان گناه نیست میخیزه دفترش نگاه میگه که دفترش خالیه یگان چی دفترش نیست یعنی انسان اگر از گناه دست بکشه انسان مرتکب گناه شدنی باشه استغفر الله بگه از خدا بترسه خداوند هم خیلی کریمه همه گناهاش میبخشه انشاءالله میگه ای داده و بعد عمر بنادانی تو قیمت قدر خیش کی دانی فردا که زیر لحد تنها مانی گویی که کنم توبه ولی نتوانی حاضر شانسه توبه تو کی قبول میشه تا همین غرغره که انسان سکرات ما آدمی یکو خرخر میکنه دیگه تو همین وقت توبه کرد توبهش قبول میشه دیگه این وقت دیگه نمیشه همه وقت در یاد خدا و توبه باشین در انسان دو تا ملائکه هست کرام کاتبین یکی ملائکه خیر ملائکه شر ملائکه خیر چی خیری کردی در می نویسه ملائکه شر بدیوت می نویسه اگر یک گناه کردی میگه بنویسم که ملائکه خیر دستش میخوره میگه اول این ننویس 6 ساعت وقت داره یادم میگه توبه کرد دیگه اگر نکرد 6 ساعت بعد توبه نکرد بعد گناه بنویس میگه این روی خداوند چی فضل کرم بوده بهترین آدم همون کدام آدم که گناه کنه زود چی کنه توبه کنه توبه را سخت بگیرین همه وقت استغفر الله العظیم من کل ذنب استغفر الله توب علیه استغفر الله را بگیم شیطانی بدبخت میفته که بنده را بهترین غذاش بهترین نون بهترین آبش استغفر الله استغفر الله بگه من میگم بنده تیز خوب رو استغفر الله گفتن در تیز خوب رو که استغفر الله میگه خدا هم میگه نوشن میگه که در زمین تو میون شد رو من گفت تو کی گفت من شیطانی لعین گفت چرا گفت پشتی من حمله کردی گفت ای پیشت میترسیدم حمله کردم ای کفوت کردم که بازم تو این قدر دوست به خدا نزدیک بودی که تو مرا مغلوب کردی گفت ای عمر تو مرا همین داغو رها بودی گفت گیجایی در تو باشی به این راه آمده باشی من به اون راه میرم این قدر میترسیدم فهمیدی یعنی وقتی که میگه هر کسی که از من ترسید شادش کنن عاقبت میگه از رنج و غم آزادش کنن وقتی از خدا ترسیدی خدای تعالی تو را شاد میگردونه خدای تعالی تو را رنج و عذاب ده اگر کمتر گرفتار شدی تو را خدای تعالی در یک موز چی را میاره که میدونه که بنده من بنده ترس خدا ترس کیه میگه شب زنده داره شب میخیزه هم مخواه دل کرد نماز میخونه دعا میکنه میگه افضل صلات بعد صلات مکتوبه صلات اللیل او کما قال بهترین نماز بعد نماز خوب نماز فریضه نماز شب بخیر دعا که شب بخون نماز بخون خداوند تبارک و تعالی تو را چقدر عزت میده چقدر تو را در چی نگاه میداره میگه هر کسی که وقتی خوابش بیرونه در شب مردم خواب اگه میخیزه در کرد نماز میخونه هر چی بخواه خدا میترش اگر مشکلی داشته باشه اگر مصیبت در گرفتار باشه شب بخیزه در کرد نماز بخونه بگر پروردگار بجوز دیگه الله نیست بجوز دیگه نصرت کننده نیست بجوز دیگه یار کننده نیست بجوز رزق دهنده نیست یا الله مشکلات دارم وضع مالیم تنگه یا الله مصیبت دارم یا الله کارم پیچیده یا الله خواهان فرزند مریض دارم فلان هر مشکل مصیبت داری شب بخیر پیش خدا دعا کن گریه کن ان شاء الله خداوند 100% حدیث مبارک در میگه که خداوند میگه که کیا همیشه بخیز مرا چیزی بگه بتمش ای چیزی بگه نگاهش دارم ای برام میشه خودش میگه یکی گفت کسی که میخیزه در بالای جای نماز 20 شب دعا میکنه الله سبحانه و تعالی او را چقدر محبوبی خودش قرار میده چی دعایی کنه دعاش میشه میگه دلا بسوز که سوزی تو چی کارها دارد دعای نصف شب دفع 100 بلا دارد تو بخیر دعا که انشالله خداوند ترا چقدر مشکلات و مصیبت باشه هر مریضی داشته باشه وضعی مالی تنگه انشالله جانب غیب برآوردهش میکنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی همین دعا را بکنه خداوند او را از 70 تا مریضی و بلا نگه می‌داره لا حول ولا قوة الا بالله لا منجا من الله الا الیه او کما قال کسی که بگه که لا حول ولا قوة الا بالله نیست قدرتی بجز قدرت الله
هیچ نجات دهنده ای نیست مگر الله خودش. همین دعا را بکنه، میگه اگر 70 تا مصیبت باشه او را خدای تعالی چی میکنه؟ آزاد میکنه. شما دعا کنید. ولی میگن که بعضیا میگن که کار دارم مشکلات فلان نمیشه و مولوی صاحب 6 ساله گودکدار نشدیسم. همین قد دعا میکنه نمیشه کار میکنه. دعا را یقین، دعا را مستحکم بگیرین. میگه تو دعا را سخت گیر و مشغول که عاقبت برهاند از دست غول. تو دعا را محکم بگی، دعا را سخت بگی، خدای تعالی تو را چیکار میکنه؟ از تمام مشکلات آزاد میکنه. میگه حضرت سعید رضی الله عنه یک سرلشکری میگه اینقدر متقی بود از خدا هم قمی ترسید یگان نماز قضا نبود. ای کناری کدام مسجدی راه میشید میست نماز میخون. تحیت المسجد میگفتن که چی باید سعید نماز میخونیم؟ وقتی نماز نیست گفت خانه خدا، ای پیش خانه خدا راه چی دیسین چی باید نمیدونیم دل کرد نماز. آیا نمیدونی که بهترین تیکه در روی زمین بیشت تیکه زمین همین مسجده. این تیکه بیشته فردا روز قیامت گواهی میداده که نورعلی سید علی مولوی کسی در اینجا نماز خون. اینقدر بخدا از خدا هیچ وقت غافل نبوده، فقط به یاد خدا بوده. یک دفعه میگه گیجایی میرفت در نبرد و غزوه و جهاد مغلوب میکرد کفار و مشرکین. یک روز میگه در یک جهاد میگه افتاد که محاصره‌اش کردم. کفار میگه چند هزار لشکر شرایی کرد که سعید اگه کسی سرش میوره 100 تا شتر میتون بود. کسی گو اگر جسدش کامل میوره 100 تا شتر میتون. حضرت سعید رضی الله تعالی فهمید که مرا در سر میکرد جایزه موندیان 100 شتر. دید که محاصره نه دیگه نمیتونه، ای محاصره برآمده دل کرد نماز خونده. گفت ای پروردگار من تو را هیچ وقت فراموش نکردم، شبای دراز یادت میکردم. اینقدر فعل داشت، میگه روز در جهاد بود شب در نماز بود. خیلی خصلت داشت حضرت سعید. گفت ای خدا جان من هیچ وقت از تو غافل نبودم، من از دست همین کفار نجات بده. اول شهادت نصیبم که بعد از دست همین کفار نجات بده. جسد مرا یا بگیرن مسخره و استهزا میکنن، گفتن که پاش در شتر ببندین بکشین بیورین سرش جدو کنین. خلاصه چی کارو بر بدتری ما میگیرن. ای پروردگار گفت همین جسدی مرا گفت پیش مسلمانا بر مسلمانان مرا به آب رو به عزت گور کنن. دستی بدبختا دنتی. میگه دعا کرد خیلی کسی که خدا را در سختی یاد میکنه او را در خرسندی خدا یادش میکنه. کسی خدا را در خرسندی یاد میکنه او را در سختی چی میکنه؟ یاد میکنه. میگه یک دفعه میگه حضرت سعید شهید کردن. میگه پیش اومدن نمیتونستن، میگه ای دور زدنش بر نیزه. میگه شهیدش کردن اومدن خواستن که سرش ببریم. میگه حضرت سعید دعا کرده بود که میگه سرش با قدرت پروردگار هوا گرم بود، یک سیل زنبور اومد بالای سرش در میگه همین خیلی استاد میخواستن که همیشه سرش بگیریم زنبورو حمله میکردن. میگه یک تجمع که بعد از شام بیاییم سبقین میشه زنبورو میروم بعد سرش میبریم میریم جایزه را میگیریم. میگه با قدرت خداوند وقتی شام شد گفتن میگیم که خدای تعالی یک بارون بورید. میگه سیل میگه خیلی اومد. حضرت سعید رنگ دریا شد راه. میگه حضرت سعید در بالای میگه دریا آوری هم خیلی بودن. میگه پیش مسلمانان گرفتنش الله اکبر گفتن لا حول ولا قوت الا بالله. نیست معبودی بجز الله، نیست قدرتی بجز قدرت الله. میگه آوردن حضرت سعید رضی الله عنه میگه با عزت برو کردن. نگاه کنین خدای تعالی وقتی که یاد کنی خدا را، خدا همه را بخیاد